سودا از امیر جدا شده، اصلا اینا با هم نبودن که بخوان جداشن. بعد میان میگن همه فیکن، میگن ببین بذار بهت بگم ضبط تموم شد. آقا بذار مگه همه نمیگن ضبط تموم شد. یه مینی بوس بود که هممون رو سوار می‌کردن. مینی بوس یه ون بود خب که همه رو سوار می‌کرد، هر کیو هر آدرسی که می‌خواست برسونیم. سودا انقدر حالش بد بود از حرفایی که امیر بهش زده بود. امیر بیرون در گفتم که امیر بیا سوار مینی بوس شد. نه من حتی با مینی بوسی که شما هستی نمیام، با اون مینی بوس میرم که حتی با سودا توی یه مینی بوس نباشه که یهو سودا بشنه که بیا خونه من یا به اون بره خونه اون. و رفت که سودا هم حتی حالش بد بود، میگه بابا من تو این برنامه از این خوشم میومد، وابسته شدم، دوستش داشتم، فلان شد. اصلا اسم این مرتیکه رو نمیخوام بیارم حالا که خیلی داره در موردمون گوه میخوره، خواستم یه صحبتی بکنم. خب